من سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان این برنامه و دو تا عزیز دیگه ای که اینجا حضور دارند برای بحث امروزمون. چند وقت پیش به طور دقیق روز 4 آذر سالگرد روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود که خب چند روزی است که تا 19 آذر هم ادامه داره و به عنوان روزهای فعالیت اجتماعی برای این منظور به کار می‌ریم. در فضای خواسته های جامعه امروز ایران برای توقف خشونت علیه زنان، اغلب صدا و مطالبه گری زنان و گهگاه همراهی مردان با مطالبه گری زنان رو ما میبینیم. اما سوال اینجاست که آیا همیشه این زنانند که باید نه تنها برای حقوق مساوی بجنگند، بلکه نقش مردان رو هم این وسط بر عهده بگیرن؟ میشه این سوال مطرح کرد که آیا در فرایند احقاق حقوق زنان مردان قدرت و اختیارشون رو از دست میدن آنطور که بعضی از مردان میگن، یا چیزی به دست میدن؟ به عبارت دیگه مردان چه سودی از فعالیت‌های برابری خواهانه و توقف خشونت علیه زنان میبرن؟ و سوال دیگه اینه که چرا تا کنون فعالیت بیشتری مردان در این حیطه انجام ندادن، علیه خشونت سخن نگفتن و در بستر مسائل ایران فرهنگ مسئولیت از مجازات رو نکوهش نکرد؟ جامعه مدنی و فعالان اجتماعی چه تمرکزی بر نقش مردان میتونن داشته باشن و چه کاری بکنن برای جلب بیشتر مشارکت مردان تو این فرایند؟ در پنل امروزمون ما خیلی خوشبختیم که 2 نفر از اعضای خیلی عزیز جامعه مدنی ایران رو داریم که فعالیت‌های خیلی زیادی کردن برای جامعه ایران و تا حدی به طور خاص درباره بحث جنسیت و خشونت علیه زنان. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و مدیر و بنیانگذار مؤسسه بین‌المللی حقوق کودکان زندانیان. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، عضو تحریریه ایران وایر. و شکیب نصرالله، دکترای روانشناسی مشاوره و فارغ التحصیل دانشگاه مکگیل و مؤسسه نیازاد بهایان ایران. ایشان روان‌درمانگر فردی و خانوادگی هستند و درباره عملیات مردان در فرآیندهای برابری خواهان تحقیق. خب، خیلی ممنونم از شما دو عزیز برای اینکه شرکت کردید در این گفتگوی 3 نفره ما امروز. اگه اجازه بدید سوال رو از خانم دهکردی شروع میکنیم و شاید فکر کردم خوب باشه سوال از اینجا شروع بکنیم که در جامعه امروز ایران خب ما همه میدونیم که قانون و فرهنگ و عرف همگی بر علیه به اصطلاح زنان هست، بر علیه فعالیت های برابری خواهان هست اساساً و کلاً هست برای زنان و خشونت علیه زنان رو تا یه جوری اغلب مواقع ترویج میده، نه تنها جلوشونه میگیره بلکه ترویج میده. مثالاش زیاده، از قوانین ارث خیلی چیزای ساده گرفته تا قوانین ازدواج تا قوانین مقابله با خشونت علیه زنان، حجاب، همه اینا. و اعتراض هم علیه این قوانین ضد زن یا حامی خشونت علیه زنان همیشه وجود داشته و خیلیش هم از طرف زنان بوده. متاسفانه مردم شاید خیلی موقع کمتر همراهی کردن، اخیراً دارن بیشتر همراهی میکنن. به نوعی این قوانین و عرف و فرهنگ علیه همراهی مردان با توقف خشونت علیه زنان هم هست، یعنی جلوی اون رو هم میگیره. حالا سوال اینه که فعالان جامعه، فعالان اجتماعی و برابری خواه چطور میتونن
با تمرکز روی تغییر فرهنگ و عرف مردان بیشتری رو همراه کنن با جنبش توقف و خشونت علیه زنان. قانون که خب تا یه حدی از دست دوره و فقط یه مطالبه گری میشه داشت و زوری پشتش هست. فرهنگ و عرف رو چیکار میشه کرد؟ چه مثال هایی داریم توی شبکه‌های اجتماعی توی سالهای اخیر برای همراهی مردان با زنان برای توقف خشونت علیه زنان؟ سلام میکنم به شما. خیلی ممنونم از دعوتتون. خوشحالم که اینجا هستم در این مورد این موضوع مهم صحبت کنیم، چون سوالی که همیشه من خودم از خودم میپرسم اینه که چرا خشونت تموم نمیشه. نه تنها تموم نمیشه با وجود این همه کاری که آدم ها میکنن که هی روز به روز مصادیق عجیب تری ازش دیده میشه، چیزایی که هر بار فکر میکنی که خب دیگه این تهشه و دیگه بدتر از این ممکن نیست اتفاق بیفته، ولی چند روز بعد میبینی که درگیر یک خبری شدی که خیلی خیلی ابعاد گسترده‌ای داره، صرفا خشونت محض نبوده، تلفیقی از خشونت، از تبعیض، از مسائل مختلفی که اینا دست به دست هم دادن و یک فاجعه تمام عیار انسانی رو رقم زدن. همونجوری که شکیب جان اشاره کردی، مسئله خشونت علیه زنان رو نباید یه رفتار فردی دید، یعنی اینطوری که یک آدمی تصمیم میگیره صرفا خودش عصبانی بشه و یک خشونتی رو رقم بزنه. محصول چندین چیز، باورهای فرهنگی، سنتی، ساختارهای ناکارآمد قانونی، هنجارهایی که در واقع من اسمشون رو ناهنجاری میذارم، ولی به عنوان هنجارهای اجتماعی در واقع تولید نظام مرد سالار یا پدر سالار هستن. مثلا نمونه خیلی بارزش رو اگه بخوام مثال بزنم، در ماجرای اون قتل فجیعی که در اهواز رخ داد، مونا، موقعی که بعد از اینکه افشا شد چه اتفاقی افتاده و شرح ماجرا در اومد، من با پدر و مادر اون مردی که در واقع پسرعموی مونا که او رو کشته بود به اون شکل فجیع تماس گرفتم. موقعی که باشون صحبت میکردم، و اینکه میدونید دیگه اونا آدمایی هستن که در حاشیه ماندن و در واقع یه جور در اقلیت نگه داشته شدن، چون از نظر کم کیفی اونا در اقلیت نیستن، خیلی تعداد زیادی هن اون جامعه، ولی به شکل سیستماتیک اینا در حاشیه نگه داشته شدن و تقریبا میشه گفت هیچ آموزشی برای خودشون، نسل‌های پیشین و حتی نسل امروزشون وجود نداره. وقتی باشون حرف میزدم، مادرش مدام تکرار میکرد که پسرم نمیخواست این کارو بکنه، انقدر در و همسایه بهش گفتن تو بی غیرتی که دیگه یه جایی تصمیم گرفت غیرت خودش رو نشون بده و آبروی طایفه رو حفظ کنه. میخوام بگم توی این چند تا جمله چند تا مفهوم وجود داره. یکی اینکه این زنش ناموسش بود، دیگر اینکه مردم بهش میگفتن تو بی غیرتی. یعنی چی؟ یعنی غیرتمند بودن ارزش محسوب میشه در نگاه همه اطرافیان، اعم از زن و مرد و بچه و پیر و جوان. و بعد اینکه آبرو در خطر بوده و او به عنوان مرد مسئول حفظ آبرو معرف میشه. شما ببینید وقتی که یه همچین تعریف هایی وجود داره و قدمت اینا قرن هاست، ما چند ساله داریم در حوزه مثلا خشونت علیه زنان، دنیا منظورمه، چند ساله داره درباره خشونت علیه زنان فعالیت میکنه. هر چقدر هم طولانی ما بریم عقب رو نگاه بکنیم، در مقیاس اون تاریخ سازی که نظام پدر سالاری کرده و در مقیاس اون قدمتی که این تعاریف دارن، خیلی عمر کوچیکیه. بنابراین این در واقع ارزش هایی که، این فاکتورهایی که مردان رو بر اساس اون طبقه بندی میکنن، مرد با غیرت، مردی که مدافع ناموس، مردی که مراقب آبروی شهر و فامیل و خانواده هست، اینا باعث میشه که آدم ها خودشون رو در اون چارچوبا نبینن و وقتی خودشون رو در اون چارچوبا نمیبینن تلاش میکنن که کاری بکنن که جامعه مطلوبشون اونها رو بپذیره. بنابراین میشه تا فردا صبح مثال زد از آدمهایی که شاید خودشون هم قصدی نداشتن، اما تحت فشار در واقع ساختارهای اجتماعی و این تعاریف سوق داده شدن به سمت خشونت. حالا خشونت میتونه محدودسازی معمول آدمهایی باشه که مثلا اینو نپوش، اینجا نرو، این حرفو نزن، اینطوری نخند، تا میرسیم به اون درجه اعلای خشونت که دیگه جان یک زن یا یک
فرد کویر گرفته میشه. یادمون نره که درسته که خشونت علیه زنان مسئله ماست، ولی واقعیت اینه که قربانیان این شکل از خشونت لزوما تنها زنان نیستن. ما چندین مورد در همین چند ماه اخیر قتل‌های ناموسی داشتیم، قتل‌های مبتنی بر جنسیت داشتیم که نه تنها زن ماجرا از بین رفته، که مرد بعدش خودش رو هم از میان برده، یا قبل از اینکه خودش رو از بین ببره بچه رو هم کشته، یا مثلا مردی رو که زن این رو داشته که با همسرش در ارتباط بوده او رو هم کشته یا مجروح کرده یا یه بلایی سرش آورده. قربانیان این شکل از خشونت ها اغلب زنانند، ولی میتونن آدم های دیگه ای رو هم شامل بشن. من اگر اشکال نداشته باشه وارد بشم به صحبت مریم جان. من اول جایگاه خودم رو توی این بحث روشن بکنم، چون در عین حال که خیلی مهم میدونم، همونجور که شما هم اشاره کردی توی مقدمه و بخش از سوالت، این که مردان کجای این مبارزه علیه خشونت، علیه تبعیض، نابرابری بودند و هستند و این نقش خیلی اهمیت داره. از اون ور هم به این خیلی باور دارم و قائلم که کار هر حوزه تخصصی خودشه و صرف این که من میخوام حالا به عنوان همراهی در این مسیر مبارزه باشم، من رو توی اون جایگاهی قرار نمیده که در کنار کسی که حالا مثلا سالها تحقیق کرده یا کار پژوهشی کرده و کار دقیق کرده و بخش عمده ای از تجربه زیستشه قرار رو بگیرم و حرف بزنم. اما من دو تا عامل اصلی، حوزه کاری اصلیم که بخش حقوق کودکان، اون هم مشخصا در رابطه با کودکانی که والد زندانی دارند رو پیوند داد به موضوع خشونت علیه زنان. یک بخش اون حسی که حالا میشه راجبش حرف زد که از کجا میاد، چه عقبه‌ای داره، ولی اون چه که به من میگفت خشونت، نابرابری که میبینی طبیعی نیست و باید در موردش حرف زد، کاری کرد. و بخش دیگه هم یک احساس وظیفه، فارغ از اینکه نتیجه و سودش برای من به عنوان مرد چی هست، این مبارزه و این تلاش، این احساس وظیفه‌ای که من به عنوان یک مرد با مجموعه ای از حالا مرد و کلی در نظر میگیریم، یک جا میشه مرد متعلق به یک گروه دینی باوری یا یک مرد متعلق به یک گروه اتنیکی یا نژادی یا ملیتی، میتونه تجربه قطعا متفاوت باشه با منی که فارس در مرکز به دنیا آمده و بزرگ شده. اما بخش زیادی از این مشترک میشه و اینکه با یک مجموعه ای از امتیازات به دنیا آمدم بدون اینکه براش هیچ تلاشی کرده باشم و لازم باشه کاری بکنم. برای خود من تلاش برای این که نشون بدم این امتیازه نه اینکه من شایستش نیستم، بلکه شایستگی عمومی داره و باید در اختیار همه باشه، یک وظیفه انسانی اخلاقی برای خودم قائل هستم. خلاصه توی این جایگاه من خودم رو میبینم و این دعوت رو خیلی ممنون بودم که این پیشنهاد شد و فکر کردم من هم میتونم راجع بهش حرف بزنم. اما این نکته‌ای که خواستم اضافه بکنم به این صحبت اینه که من به عنوان حالا کسی که به خاطر باز حوزه کاریش با گروه‌های مختلفی از کشورهای متفاوت کار کردم و راجبش خوندم و حالا روایت‌هاشون رو میشنوم و حوزه کاریمون هم باز دوباره یه جاهایی بدون اینکه لزوما مشخصا راجبش کار بکنیم پیوند میخوره به بحث نابرابری، تبعیض و موضوعاتی از این دست. بسیاری از اون چیزی که ما در فضای ایران میبینیم، فارغ از اون بخش‌های فقهی مذهبی که در قانون به شکل واضحی آمده، در سایر حوزه ها هم
میبینیمش، یعنی سایر کشورها هم میبینیمش. این خشونت و اون کمتر دیده شدن مردانی که همراهی بکنند و امتیازات خودشون رو وا بگذارن و وارد این عرصه مبارزه بشند، همراهی کمتر رو در عرصه جهانی میبینیم. حالا من فقط یه مثال بزنم و بعد دوباره بحث رو ادامه بدیم. اینکه به عنوان مشخص برای من فضایی بود که سال گذشته تجربه کردم در برنامه نشست جانبی سازمان ملل، برنامه هایی که کمیسیون مقام زن برگزار میکرد و NGO ها و گروه های مدنی و جامعه مدنی جمع میشدن و راجع به سال هاست که راجع به بحث تبعیض و خشونت علیه زنان صحبت میکنن و تجربه هاشون رو مطرح میکنن، چالش هاشون رو مطرح میکنن، دستاوردها رو با هم در میون میگذارن. سال گذشته همین نشست تو نیویورک در ساختمانی که مقابل ساختمان اصلی سازمان ملل بود برگزار میشد و تو اون ساختمان خب جلسات اصلی سازمان ملل که نمایندگان دولت ها و نهادهای وابسته به حکومت و دولت ها بودند شرکت میکردن. و خب مشاهده من در چند روزی که اونجا بودم این بود که در این ساختمان که ما بودیم صدها زن، عمدتاً با معدود انگشت شمار مردانی از جامعه مدنی داشتن راجع به این چالش ها صحبت میکردن، بحث میکردن، تجربه هاشون در میون میذاشتن و یاد میگرفتن از همدیگه. و مردان زیادی رو میدیدم که از اون ساختمان با اغلب حتی از کشورهای غیر غربی هم که آمده بودند، اغلب با کت شلوار، اون لباسهای رسمی که برای من نماینده اون پرستیژ و اون رابطه قدرت بود، از اون ساختمانی که نمایندگی قدرت رو داشت می آمدن. برای من اون فضای نمادینی بود از موقعیتی که ما داریم. مردانی که حاضر نیستند اون موقعیت، قدرت و اعتباری که دارند رو وا بگذارن و وارد عرصه‌ای بشن که لزوما من حداقل به عنوان فردی که تو این حوزه چندین ساله که موضوع خشونت علیه زنان به خصوص مادران زندانی رو وارد کارم کردم، راجبش حرف میزنم و برنامه میزنم، لزوما اعتباری به من نمیده، لزوما کمک خاصی به اون چه که حالا به عنوان نشانه های این اعتبار، حالا تو فضای مجازی لایک و نمیدونم فالوور، توی فضای عمومیش دعوت شدن و یه پرستیژ اجتماعی و غیره است، لزوما اینها رو برای من به ارمغان نمیاره. اما همچنان خودم رو وادار بکنم که این حوزه وظیفه منه راجبش کار بکنم. این فکر میکنم من از این زاویه نگاش میکنم، از این زاویه که لزوما البته میشه راجبش حرف زد، قطعا خود شما به خصوص و خود مریم جان که به هر حال منفعت، همونجوری که مریم جان اشاره کرد، منفعت منع این خشونت یک منفعت اجتماعیه، منفعت، ولی اون میگم اون چیزی که سریع دیده میشه و به نظر من خیلی کار میکنه که آدم ها، مردان در اون حوزه بیشتر باشن، در حوزه که بعضا حتی اون قوانین رو هم مینویسه، اجرا میکنه و علیه خشونت به کار میره، حتی تو حوزه هایی نادیده میگیره. اگر راجبش کار عملی نمیکنه و خشونت رو اعمال نمیکنه اما خشونت رو نادیده میگیره. ما در حوزه فعالان مثلا حقوق بشری نمونهش اینه که اون تفاوت‌های معنادار زندانی شدن زنان و زندان زنان رو نادیده میگیره و ناآگاهانه، بعضا عمدتاً، و راجبش بیشتر کار نمیکنه، بیشتر حرف نمیزنه و یک چیز کلی میدونه که خب زندان ها در مثلا ایران حالا این مثلا خشونت رو روا میدارن و اون لایه های پنهان تبعیض و خشونت علیه زنان رو بهش نمیپردازه. میخوام بگم این فضای یه بخشیش برای من ناشی از این شکل منفعت، اعتبار، پرستیژ و البته که ناآگاهی است. من یه نکته میتونم اینجا اضافه کنم به صحبت، چون خیلی مثال دقیقی زد، چون از زاویه دید خودش حامد نگاه میکنه به موضوع. من میخوام یه نکته رو بگم اینجا. یه بار یه پستی در همین مورد، در واقع تلاقی خشونت علیه زنان و نقض حقوق زنان، من تو صفحم نوشته بودم من یه همکلاسی قدیمی دارم که بسیار هم مرد روشنیه، خیلی هم باورمنده به آنچه که به هر حال
منابع مختلف در اختیار داره، میره میخونه، تحقیق میکنه، پرسجو میکنه. یه بار وقتی که اینو نوشته بودم اومد بر من نوشت که تو چرا انقدر ضد مردایی؟ خب و من گفتم چرا یه همچین فکر میکنیم؟ چرا من خودم ازدواج کردم، یه پسر دارم، چطوری میتونم ضد مردا باشم وقتی که حداقل 2 تا مرد عزیز در زندگیم وجود داره؟ حداقل 2 تا برادر دارم، پدری داشتم که شیفتش بودم و هستم. چطور ممکنه من ضد مرد باشم؟ گفت نه آخه تو همیشه با یه عصبانیتی راجع به مرد حرف میزنی. ببین مثلا من اجازه میدم خانومم هر جور دلش میخواد لباس بپوشه، هر جا دلش میخواد بره. گفتم همینی که تو داری میگی من اجازه میدم خانومم این کار و اون کار بکنه دلیل خشم منه؟ مگه خانم تو بچه 5 ساله است که از تو اجازه بگیره؟ و حتی بچه 5 ساله منم نمیاد از من اجازه بگیره، به من اطلاع میده. حالا یا من براش روشن میکنم این کاری که داری میکنی درست نیست و قانعش میکنم، یا مسئولیت انتخابشو بهش میدم، شرایط جوریه که بحث مرگ و زندگی نیست و میره تجربه میکنه، میفهمه اشتباه کرده، دفعه بعد تکرارش نمیکنه. وقتی تو به عنوان یه مرد میای میگی من اجازه میدم، میخوام بگم که نه تنها مردانی که معتقدن این بحث ها بهشون اعتبار نمیده یه مقاومتی دارن، حتی اونهایی که معتقد به برابری هستن، یعنی در کلام میگن که ما معتقد به برابری هستیم، فکر میکنن یه حقی که مال زن نیست و اینا بهش دادن و به خودشون از این بابت میبالن. اینه که وقتی خشونتی هم اتفاق میفته مدام انگشت اتهام به سمت اون زن است که ببین چی کار کرده که اون مرد به اینجا رسیده که بزندش، که خرجشو نده، که از خونه بیرونش کنه. اصلا چرا باید یه مردی به خودش این اجازه رو بده که در یک زندگی مشترکی که حالا هر کی بالاخره سهم خودشو به دوش کشیده به خودش این حقو بده که زنی رو از بخشی از اون حقوق در همون چارچوب خانه و خانواده محروم بکنه؟ و حالا پای قانون میاد وسط که میبینیم قانون هم حمایت میکنه و در نتیجه این سلسله و این چرخه خیلی بی پایان به نظر میرسه. ولی در عین حال همونطوری که حامد جان گفت آدم‌هایی هستن که اون در واقع اون رنج رو احساس کردن که رنج زنان نیست به تنهایی و زمانی میتونن، یعنی زمانی میشه این رنج رو یک التیامی بخشید یا کاهشش داد یا مثلا در برابرش مقاومت کرد که خودشون رو بگذارن جای اون زن و ببینن بدون اون امتیازاتی که خب جنسیت بهشون داده کجا قرار می گرفتن. من یه بار حتی گفتم که من اگر یه کارفرما بودم، در بین 2 تا نیروی مشابه که توانایی های یکسانی دارن، یک زن یک مرد، حتما زن رو انتخاب می کردم، چون من مطمئنم که اون زن صدها برابر تلاش کرده تا اون جایی باشه که اون مرده هست. مرده خیلی آسون تر به اونجا رسیده. کلی باز سر این موضوع به من حمله شد، چرا همه چیزو جنسیتی میکنید وقتی داری میگی 2 نفر دقیقا برابرن؟ چرا باز شما انتخابتون زنه؟ یعنی میخوام بگم یک مقاومت عجیبی برای اینکه اون امتیازها از دست نره وجود داره که اونم محصول همون تفکرات قرنها و مرد سالاری و چیزاست. یعنی ما هر چی که بریم جلو فقط میرسیم به اون ریشه اصلی که تفکر مرد سالاره و متاسفانه وقتی ما میگیم مرد سالار فکر میکنن هدف مردانن. نه، ما زنانی هم داریم که آموزه هاشون همون آموزش های مرد سالاری همونها رو تکرار میکنن و برای همون اون گزینه زنان علیه زنان که خیلی هم گزینه غلطیه خیلی تکرار میشه. زنان علیه زنان نیستن، اون زنها هم قربانی همون سیستمی هستن که در واقع نظام مرد سالار ساخته و پرداخته و در طول قرنها بهشون تحمیل کرده. من خوشحالم که داریم درباره همه اینا صحبت میکنیم و به طور خاص درباره مزیت ها صحبت کردن به نظر من خیلی خوبه. جدا از اینکه ما در یه فرهنگی هستیم که عناصر ضد زن متاسفانه خیلی داره، قانون این رو و عرف خیلی موقع‌ها این رو حمایت کرده در طول سالها و باعث شده که یه رانتی در حقیقت بده به مردان برای اینکه فکر کنن که اصلا زندگی عادی همینه
به قول شما این که من بهش اجازه میدم به اصطلاح بره سر کار، حالا در ایدئال ترین حالت، یا اینکه من تمام منابع مالی خانواده رو خودم کنترل میکنم، حتی اگه همسرم هم زنم هم درآمد داره مثلا، و یا غیرت یا انواع خشونت که ممکنه فقط زدن نباشه، این باشه که داد زدن یا کنترل کردن، کی برو کی بیا. و نکته که هست، من میخوام از دید مردان این دفعه این قضیه رو نگاه بکنیم. مردان خیلی موقع ها نمیفهمن که چه مشکل داره اینا، چه مشکلی داره، چون عادت کردن با این زندگی، عادت که زندگی جلو رفته و خوب رو جلو رفته، چه مشکلی داره؟ و چرا انقدر همه چیو جنسیتی میکنید؟ چرا فکر میکنید این مثلا چیزا؟ حالا ما که نمیزنیم زنمون رو، همسرمون رو نمیزنیم، واسه چی باید فکر کنید که اصلا اینقدر پیچیده‌اش بکنیم؟ اینجا مشکلی که وجود داره به عنوان روانشناس میتونم ببینم اینه که اون رانتیه که حکومت و قانون داده به مردان در طول سالیان دراز، برای اینکه حداقل این 40 سال 50 سال اخیر، برای اینکه تو این توهم بمونن که این آسیبی به مردان به خودشون نمیزنه، یعنی نمیفهمه. یعنی بدتر از این آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد بمان. یعنی این یه فاجعه است. من همیشه میگم مردان بسیار در موقعیت خطرناکی در تاریخ قرار دارن، به خاطر اینکه خیلیشون نمیدونن چه بلای اثر روانی از نظر روانی داره به سرشون میاد. ببینید بیاد به همین مثال نگاه بکنید چه بلایی داره به سر اون مرده میاد. شما در این چند وقت اخیر حتما این قضیه سیم کارت سفید و این رو شنیدید که رانتیه که داده شده به بعضی برای اینکه سیم کارت داشته باشن که اینترنت آزاد داشته باشه. خیلی‌ها ندارن، تو ایران خیلی‌ها ندارن، و اونایی که داشتن بعضیشون میگن خب چه ایرادی داره، ما داریم از این استفاده میکنیم حالا برای کمک به دیگران یا هر چی. و اثر اون رانت رو، اثر اون قدرتی که بهشون داده شده و رفتن جلو رو نمیفهمن. مثل این میمونه که یکی بیماره، مشکل داره، میگن بیا الکل بخور، مواد مخدر مصرف کن، یادت میره و اوکی میشه، پولش هم بهت میدیم. اونم خب معلومه این کارا رو بکنه همیشه یادش میره، مواد مخدر مصرف کنه، الکل مصرف کنه، همیشه یادش میره، اصلا فکر کنه زندگی خوب و خوشه دیگه، و این پول هم هی میاد، مواد مخدر هم هی میاد، ولی به چه بهایی؟ به بهایی که اصلا زندگی نداره و زودتر نابود میشه، روابطش به هم میریزه. در مورد مثالی که در این میخوام بزنم در مورد مردان اینه که شما مرد وقتی خشونت میکنه، مثلا منابع، اصلا خشونت میذارم کنار، منابع مالی رو تحت کنترل خودش در میاره که اینا خشونت مالی ما، میگه من همه این کارا رو میکنم و خود زندگی داره میذاره جلو، بچه‌ها دارن بزرگ میشن، فکر نمیکنه که مشکلی هست. اما اتفاقا اغلب همین باعث میشه که یه یک ضربه‌ای بخوره، اولا به زنه، برای اینکه احساس میکنه همیشه شرم میکنه، احساس کنه من نمیتونم چیزی از خودم داشته باشم و اینا، حسمون به هم میریزه، روابط بین این دوتا به هم میریزه. یک. دو، تنوع آرا نمیاد تو تصمیم گیری و مدیریت. ما الان با تحقیق میدونیم که زنان اتفاقا اغلب خیلی تصمیمای منطقی تر و درست‌تری در مورد آینده نگرترن در مورد مسائل مالی، و برای نظر او تو نظر خانواده نمیاد. مرد میره رئیس جای سرمایه میذاره توی یه کارهای ریسکی، همه رو میبازه و خانواده بدبخت میشه، که اغلب خیلی موقع ها این اتفاق میفته. میخوام بگم در حتی یه مورد خیلی خیلی ساده‌ای که مثل خشونت مالی ما به این میگیم، کنترلگری مالی، مرده داره آسیب میبینه و مرده آخرش میگه من اشتباه کردم، احساس شرم میکنم. اغلب مردانی که به 50 سال میرسن، 70 سال میرسن، میفهمه که خب من چه اشتباهی تو زندگی کردم، ولی چه فایده، یه عمری تلف شده این وسط و یه عالم آدم آسیب خوردن. منظور من اینه که اون مرده چقدر خودش آسیب میبینه در این فرایند و خودش متوجه نیست که چقدر آسیب میبینه. چرا؟ چون یه رانتی بهش داده شده در طول سالها، یه قانونی بوده همینطوری رفته جلو، که نمیدونه رابطه خودش با همسرش چطور داره در طولانی مدت داره به هم میریزه، از رابطه جنسیش لذت کمتر میبره به خاطر که زنش ازش دوره، به خاطر همین مسئله فقط کوچیک کنترلگری مالی. از خشونت میگذرن که دیگه خیلی واضحه تره. میخوام بگم آسیبی که به خود مردم میکنه مشهود نیست، به خاطر اینکه یه مزیتی داده بهش و یه حکومتی پشتشه، یک سیستم قانونی پشتشه، برای اینکه اصلا اونو نبینه که چقدر آسیب خورده بهش و نمیتونه هم ببینه. فقط شاید بعد از مثلا که داره مسن میشه
نتیجه اعمالش رو میبینه و میبینه چطور از آدم ها ازش دور شدن، یه چه آسیبی خوردن، بچه هاش بهش میان شروع میکنن گفتن، دعوا میفته تو خانواده. نه اون چیزیه که من باهاش روبرو هستم. درسته. شکیب جان، یه نکته الان به ذهنم رسید در مورد همین موضوع امتیازها و آنچه که اون امتیازها و اون رانته به آدم ها میدن. باید یه نکته رو اشاره بکنم، چون سوال در مورد این بود که چی- چطور این جامعه مردان چه حرکت‌های مصداقی و معینی انجام دادن، مردانی که میخواستن در کنار این حرکت‌ها باشن تا حالا چی کارها کردن. یکی از کارهایی که سالها پیش من به یاد دارم رادیو زمانه انجام داد در همین روزهای، همین 16 روز منع خشونت علیه زنان، اومد و از مردان شناخته شده، افرادی که اسم و رسمی داشتن و به هر حال جامعه اونها رو میشناخت، گروه های مختلف هنرمند، روزنامه‌نگار، فعالان سیاسی، کنشگران و جامعه مدنی، خواست که اگر تجربه خشونت ورزی داشتن، یعنی به زنی خشونت کردن، بیان و از اون تجربه بگن. همکار فقید من رضا حقیقت نژاد اونجا یک مطلبی نوشت که واقعا باعث شد، اون که همیشه استاد و برادر بزرگ من بود قبل از اینکه اون مطلبم شد، ولی واقعا باعث شد که احترام و نگاه من به اون 10 درجه بالا بره. چرا؟ بسیار صادقانه اومده بود نوشته بود که من به زنی سیلی زدم، نامزدم، همسر سابقم، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، اینطور شد، اینطور شد و من به او سیلی زدم. بعد یه جایی همدیگر رو دیده بودیم، داشتیم با هم حرف میزدیم، گفتم که من خیلی خوشحالم که تو اون مطلب رو در پابلیک نوشتی، به خاطر اینکه آدما دوچار خطای شناختی میشن وقتی که یه آدمی رو خیلی دوست دارن، مثل همین اتفاقی که میفته وقتی یه خشونتی علیه یه زنی از طرف یک مردی مطرح میشه. دیدین آدم هایی که اون مرد رو دوست دارن و اون مرد براشون محبوبه میان در مقام دفاع قرار میگیرن، نه اون این کارو نمیکنه. حتی تو همین ماجرای مثلا مسئله پژمان جمشیدی چقدر آدما اومدن ازش دفاع کردن که امکان نداره اون اصلا چه نیازی داره همچین کارایی بکنه، همچین برخوردی بکنه. گفتم آدما دچار خطای شناختی میشن و فکر میکنن تو به عنوان، مثلا من فکر میکنم تو به عنوان همکار محبوب من و کسی که من خیلی دوستش دارم هرگز هیچ نقطه تاریکی در زندگیت نداشتی، ولی وقتی خودت میای به این مسئله اعتراف میکنی 2 کار انجام میدی. یک، اینکه آدما بدونن این اتفاق از هیچ کسی دور نیست، ممکنه خودشون هم در موقعیتی قرار بگیرن. دو، اینکه وقتی یه نفر میاد به خطاش اعتراف میکنه در واقع یک بخشی از اون ایگویی که برای خودش در طول سالیان ساخته میشکنه، فرو میریزه و وقتی این کار به دست خودت اتفاق میفته خیلی آسون تره تا به دست دیگری، چون در برابر دیگران شما مقاومت میکنی. بعد چیز مهمتری که بعد اون به من گفت و تو اون مقاله اصلا بهش اشاره نکرده بود، گفت واقعیت اینه که قبل از اینکه من سیلی بزنم سیلی خورده بودم، اما این اصلا مهم نیست، من نباید اون کارو میکردم. یعنی هیچ اهمیتی نداره طرف مقابل چه کرده که من خشونت کردم، در هر حال من نباید خشونت بکنم، هر اتفاقی میفته حتی اگه اون خشونت میکنه من نباید اون شکلی جوابش بدم. و اینا این کارهای کوچیک، به ظاهر کوچیک، چون خیلی مطمئنم جدال سختیه برای آدما اگر بخوان بیان خودشون رو بی نقاب نمایش بدن و در پابلیک در موردش صحبت کنن. کارهایی که مردها میکنن در این زمینه به نظر من خیلی مؤثره، خیلی اثرگذاره و باعث پذیرش میشه. فقط نکته اینجاست که به خاطر اون در واقع مشکلات زیادی که پیش آمده، یعنی مردانی که مدعی بودن مدافع حقوق زنانن و بعد خودشون علیه زنان خشونت‌های متعددی در پنهان و خفا انجام دادن، یه خورده این اعتماد بین جامعه فعالان زن به اون مردانی که کنشگر در این حوزه میخوان باشن کم شده. بهترین راهش اینه که به اون آدم‌ها فرصت داده بشه، یعنی بدون تعریف و تمجید و هورا کشیدن‌های
هیاهو کردنهای فراوان حرفشون شنیده بشه. یک زمانی، یک بازه‌ای به اینها، هر کی به اندازه توان خودش، یک بازه‌ای به اینها فرصت بده تا اونا عملکرد خودشون رو نشون بدن. بعد به هر حال یه جایی ما میفهمیم که طرف واقعا معتقده به اون چیزی که داره میگه یا داره نقش بازی میکنه. کما اینکه الان داریم مردانی که مثل حامد تو حوزه خودش اومده روی مثلا زنان خشونت دیده و مادران زندانی کار میکنه، یا کسان دیگه ای که مثلا در حوزه های مختلف دارن این به روش خودشون مفاهیم مرد سالارانه رو به چالش میکشن و میگن من یه مردم، از اینا برخوردار بودم و حالا دیگه از این به بعد نمیخوام در واقع اسیر این مسائل باشم و اون چه که در واقع حق دیگریه دادنش به اون باعث میشه من از حقوق خودم محروم بشم. هیچ چیزی بین این دوتا در واقع هیچ تناقضی بین این دوتا نیست. من میتونم حقوق زنان رو به رسمیت بشناسم، علیهشون خشونت نکنم، تبعیض نکنم، حقوق خودم هم سر جاش بمونه. فقط ممکنه میدان رقابت برای ما تنگتر بشه، چون نیروهای دیگه ای هم وجود داره که توانمندن و میتونن تو این حوزه کار بکنن. من حالا فکر کنم یه جورایی حالا صحبت ها در این حال که ممکنه یه ذره از زوایای متفاوتی باشه، ولی یه جورایی در راستاست اون نکاتی که شکیب جان خودت اشاره کردی، بحث با عنوان بخشی از حالا کار پژوهشی و کار اجرای عملی که داشتی در و توضیحی که راجع به مزیت هایی که مردان به ظاهر دارن و بعد متوجه نمیشن که چه چیزهایی رو دارن از دست میدن، و نکاتی که مریم جان اشاره کرد. من حالا از یه زاویه دیگه ای میخوام اشاره بکنم، ولی برای من اون بخشی که به نظر من یکی از بخشایی که پیوند میده اینها رو با هم دیگه، اون ناآگاهی و اون اهمیت آموزشه، و حالا چیزهای دیگه ای هم البته درش نقش ایفا میکنه. یکی از چیزهایی که من حالا باز میگم خاص فضای ایران و ایران نیست، اما حالا ملموستره برای ما که مثال هامون و اون چیزی که داریم تجربه میکنیم از ایران هست، اون میگم بخش زیادش رو من میذارم به خصوص وقتی از جانب فعالان رسانه و فعالان حقوق بشری و افرادی که حالا توی حوزه های این چونی دارن کار میکنند بیرون میاد. بیشتر از همه من بار رو میگذارم رو دوش یک ناآگاهی، نبود اون دانشه. اون چیزی که تجربه متفاوت که مبتنی بر تبعیض و خشونت علیه زن هست رو در رابطه با زن حالا فعال که در فضای ایران یا در معرض زندان هست یا زندانی میشه، و به خصوص وقتی یک دوباره لایه اضافه میشه، اون زن میشه حامله، اون زن میشه مادر. اون چه که این آدم به عنوان به خاطر این نقش هاش تجربه میکنه، نقش اون زن بودن جنسیت و یا هویت جنسیتی که داره، یا به خاطر نقش مادری که داره تجربه میکنه، این اغلب نادیده گرفته میشه و اغلب بهش بی‌توجهی میشه. و وقتی هم راجبش حرف میزنیم که باز تو مثالهای مریم جان هم بود، خیلی وقتها یا با عمل و بی‌توجهی و رد کردن اون حالا گزارش یا صحبت یا نکته‌ای که داری مطرح میکنی، یا با کامنت و نظر و کلام که این چیه که جداسازی میکنین، خشونت حکومت داره علیه تمام زندانیان خشونت میکنه، تمام فعالان در معرض خشونت هست. و میگم اون لایه ها رو نمیبینه که این لایه ها اتفاقا صرفا توسط خود حکومت طراحی و اجرا نمیشه. اون لایه های پنهانیش که در بستر اجتماعی و عرف خودش رو تنیده و به شکل قوی داره عمل میکنه رو نادیده میگیره، ضمن اینکه به خصوص وقتی میرسه از جامعه زنان زندانی جرایم عمومی وقتی رد میشیم و میایم به فضای در اونها که کلا در حاشیه‌اند و اغلب رنجشون و روایتاشون دیده و شنیده نمیشه، میرسیم به فعالان، یک تابو اضافه میشه بهش که خب از اینا بهتر حرف نزنیم. اون طرف
فلان فعال حقوق بشری است که جایزه بهمدان هم گرفته یا نمیدونم شناخته شده است، نمیدونم اون یکی همسرش هم ممکنه خودش مثلا یک فعالی باشه. از این چیزا حرف زدن باعث میشه یه نگرانی از این که خب ما داریم فعالیت حقوق بشری رو مثلا زیر سوال میبریم. یک فیلمی هست اگر که حالا دوستان امکان دیدنش رو داشته باشن، به نظر من تو این زمینه حداقل این بخشش از نظر من، حالا ممکنه فعال زنان یا زندانیان زن نقدهایی هم بهش داشته باشن، ولی همچنان فکر میکنم از این نظر میتونه فیلم کمک کننده ای باشه. فیلم 7 روز ساخت علی صمدی، اینکه حالا به نحوی زندگی حالا نرگس محمدی، ولی حالا چیزی که توضیح میدن حالا زندگی بخشی از فعالان زنان رو نشون میده. و تو این فیلم شما از یه جای این فیلم زنی است که به مرخصی درمانی میاد و یه 7 روزی در مرخصی است، امکانی رو براش فراهم کردن خانواده و دوستان و اطرافیانش که بپیونده به همسر 2 فرزندش که قبل از او از کشور خارج شدن و بره از مرز ردش بکنن و بپیونده به اونها. و چالشی که این زن داره از به هیچ عنوان، شما فقط یک جا بازجویی و اون مأمور اطلاعات رو میبینید که این رو پیاده میکنه میسپره به دست برادرش که اومده دنبالش، بقیهش همه برادرشن، مادرشه، دوست نزدیکشه، همسرشه و فرزندانشن، که اون فضای پرفشاری رو بر این زن تحمیل میکنن که تو دیگه فعالیت تو کردی، الان باید به بچه هات برسی. و این موضوعی نیست که خیلی آشکار به شما بگه که نه این یه چالش خیلی چیزیه، چالش نیست اصلا و این مبارزه است، مبارزه ادامه داره. نه، اتفاقا موضوعی است که بسیار ما میشنویم که دیگه طرف بچه داره، باید به بچه‌اش برسه و کمتر و بسیار کمتر راجع به یک مرد شما میشنوید که به او بگن که بشین خونه پدری تو بکن. چون عموما مرد اصلا خونه نمیشینه، توی اون تعریف عمومی مرده که میره بیرون. حتی در همین فضای خیلی مدرن امروزیش هم همچنان این تصویر مردی که نانآوره و بیرون میره هست و زن باید مراقب باشه که کار کردن بیرونش تأثیر نگذاره رو مادریش. و این در مورد فعالا که دیگه خیلی جدیتر میشه که شما دیگه بشین خونه، الان دیگه بچه دار شدی، میخواست قبلش فکر بکنی بچه نمی آوردی اگه میخواستی فعالیت سیاسی تو ادامه بدی. و بارها از من میخوان تایید بگیرن به عنوان کسی که هم تو این حوزه داره کار میکنه، هم تجربهشو داره. من مادرم به عنوان فعال سیاسی زندان بوده وقتی خودم بچه بودم. این فضا در مورد مادر من هست که من اگر برگردم، اگر یه دنیای دیگری باشه و من دوباره به دنیا بیام و بخوام چیز بکنم، درسی که از این زندگی گرفتم اینه که مادری کنم. این فضا به عنوان یک فعال سیاسی که اوج خشونت‌های دهه 60 رو که متاسفانه دارن دوباره برمیگردوننش رو تجربه کرده و مبارزه کرده، مقاومت کرده و اومده الان داره میگه من اگه برگردم مادری میکنم، من دیگه مبارزه نمیکنم. این فضا همچنان هست و همچنان این فشاره داره میاد. ولی میگم مهمتر از همه چیزی که من مشاهدهش کردم، با آدما حرف زدم، تجربه کردم، اینی که دیده نمیشه، این شناخته نمیشه، این تجربه ازش اونقدر به خاطر این تابوه حرف زده نشده. این فیلمه بخشی که من مثال زدم به خاطر اینکه نه فقط حالا شخص نرگس محمدی، نسرین سدوده و بسیاری از فعالان زنانی که به خصوص اونایی که بچه دارن، در کنارش کسانی که حالا بچه ندارن هم به عنوان تجربه خودشونو میگن. ولی نازنین زاغری، اینا او چیزی که سالهای اخیر به هر حال به خاطر فعالیت‌های مختلفی که اتفاق افتاده در فضای عمومی، در عرصه عمومی اضافه کردند، اینی که از این تابوئه گذشتن و اینها اومدن در عین حال که مبارزهشون رو دارن میکنن، در عین حال که از مبارزهشون کم نکردن و ادامه دادن، به خصوص با استفاده از اون بستر نامه‌های عمومی و صحبت‌های عمومی، به خصوص زمانی که زندان بودن امکان صحبتی نبوده، عمدتاً نامه، از این استفاده کردن و راجع به این خشونت، راجع به این تجربه تا حدی، یا راجع به اون
بعد مادرانگیشون حرف زدن، اون چیزی رو اضافه کردن که عمدتاً جامعه ازشون نمیخواسته دیگه. تو میشی یک فعال، یا جامعه ازت انتظار داره استعفا بدی بیای بشینی بچه داری تو بکنی، یا اینکه خب تو همون فعالیت رو ادامه بدی. این تلفیق اینها چیز تازه‌ای بوده که این سالهای اخیر اضافه شده و به نظر من حرف زدن راجع به این، حالا مثلا نمونه کار هنری راجبش، نقد اون، نوشتن، اینها کم کم به نظر من میتونه کمک بکنه. ما وقتی حالا مثلا کسایی مثل مریم جان از حالا مثال مشخص نه، ولی کسانی که مثلا حوزه کارشون زندانه، این تلفیق از راجب زنان زندانی و زندان زنان به صورت مشخص نوشتن چیزی کم نمیکنه از اینکه مردان دارن خیلی مثلا تو هتل زندگی میکنن. نه، اون یک خشونت سیستماتیک حکومتی داره اتفاق میفته، اما اینجا یک لایه جنسیتی هم داره بهش اضافه میشه. زندان یک درست. محیطی است که توسط مردان و برای مردان ساخته شده. اینا رو دیدن به نظر من خیلی کمک میکنه به روند مبارزم. مرسی. من لذت بردم واقعا از اینکه ما از چه جهات مختلفی داریم این قضیه رو میبینیم. در مورد خیلی جالبه که میبینیم از دید زنان چجور میره جلو و از دید مردان چطور میره جلو. در مورد چیزی که مریم عزیز گفتن، ام، اه، خیلی دو تا صفت به نظر من مردان میتونن بهش دقت کنن در این دور زمونه. مردانی که دارن یواش یواش میبینن که به سر زنان چی اومده. ما یه تغییر خیلی اساسی که در زمان جنبش زن زندگی آزادی و بعد از اون دیدیم، همراه شدن بیشتر مردان بود در سطح کلی، حالا با زنان و مسائلشون. من یادمه که دوستان میگفتن که اصلا تو خیابونا کمتر دیگه به زنان تیکه میندازن، یه احترام انگار یه ذره بالا رفته. و اینکه میفهمن که خشونت درست نیست. به نظر من دو تا نکته‌ای که مردم خوب بهش دقت کنن برای اینکه بفهمن چی کار بکنن با چیزایی که خودشون مسئول بودن تو زندگی شخصیشون، درباره زنان و نزدیکشون، اگر اشتباهی کردن یا کاری کردن، یا اگه در فضای آنلاین یه چیزی میبینن و میخوان ریاکشنشون بدن، خوبه اولا دقت بکنن که به جز اینکه مزیت خودشون رو نگاه بکنن، خوبه اولا به صفت شجاعت فکر کنن. مثلا من شجاعت که صفت که زن مردون نداره. ما همه فارغ از زن و مرد انسانیم، روح انسانی داریم و ذاتمون یکیه. اگه به این نگاه بکنیم صفاتمون هم یکیه. شجاعت یعنی چی؟ یعنی اینکه تو بتونی، که اتفاقا صفتی که خیلی به مردان نسبت دادن در طول تاریخ، ربط مردان نداشته، یه صفتی که به همه مربوطه. شما باز میگن در جنبش زن زندگی آزادی میبینید که زنان خیلی موقع شجاعت بیشتری خیلی موقع نشون دادن. در طول تاریخ اخیر 40 سال هم همینطور بوده که زنان شجاعت بیشتری خیلی جا نشون دادن. بگذاریم. منظورم اینه که مرد باید با خودش اونجا کنار بیاد که من اگه یه کار اشتباهی کردم شجاعت پذیرشش داشته باشم. مثل همون نقطه‌ای که مریم عزیز گفتن که من اگه خشونت کردم، من اگه زدم همسرمو، اگه میخوام بزنم یا اگه زدم، اولا عذرخواهی بکنم. یعنی مردم باید یاد بگیرن راه داره برای اینکه از این بگذرن. یک، عذرخواهی کردن و تکرار نکردنش. من اینکه بفهمی چه جور بلا به سر اون اومد، چه بهش بگی من میفهمم که اینطوری به تو آسیب زدن. اینا هم تو فضای آنلاین هم تو فضای شخصی با این سه تا اصل ساده میشه انجام داد که مردم یاد بگیرن که شجاعت اینو داشته باشن که خشونتی که من، عصبانیت هم موجهه، عصبانیت با خشونت متفاوته. عصبانیت من ممکنه موجه باشه، همسرم از در گوشم به همه جد آباد من فحش داده، این موجهه که من عصبانی بشم، اما عصبانیت هم نباید تبدیل به رفتار بشه، خشونت بشه. و اونجا باید چیکار بکنم؟ باید بگم موقعیت ترکم، بگم تو الان آروم بشه، حالا بعد چیز کنم. اما اگه زدم و الان گذشته، یا مثلا یه حرف بدی زدم یا داد زدم، گذشته خیلی مدت ها هم ممکنه گذشته باشه، موقعشه که اتفاقا برگردم به طرفم میگم ببین من این کارم اشتباه بود، حرفم درست بود، منطقم درست بود. مثلا ممکنه بگی هنوز منطقم درست بود، یا مثلا عصبانیتم از دست تو به نظر خودم درست بود، ولی کارم غلط بود که خشونت به خرج دادم.
یعنی میخوام بگم حتی اگه فکرش هم میکنه درسته با اون مسئله نیست، اما اینکه بتونه بفهمه چی کار بکنه هم مهمه. و تو فضای آنلاین هم همین، تو فضای آنلاین هم مسئولیت پذیرفتن و اینکه سعی کردن در درک طرف مقابل، یعنی اینکه به عنوان یه مرد چطوری بفهمه که خب قدمی که من میتونم منو بردارم اینه که بفهمم که طرف مقابلم چی کشیده، چه اتفاقی توش افتاده. این نکته مهمیه. یه چیز خیلی کوچیک دیگه ای که این در حقیقت این بر مبنای این اصله که یاد باید بگیریم، آسایش ما هنگامی دست میده که هر کس خود را نیکخواه همه روی زمین نماید. یعنی ما آسایشمون در گروی آسایش دیگرانه. وقتی همسر من آسایش نداشته، وقتی دختری که همسایه ماست آسایش نداشته، به خاطر اینکه نه صرفا از سوی که دیگه داره بهش تیکه انداخته میشه، من نباید بی‌تفاوت کنم، من نباید مداخله بکنم و حرف بزنم. حالا بعدتر احتمالاً تو صحبتامون اشاره میکنیم به اینکه نقش مردان در حمایتشون از همدیگه و بر علیه خشونت، یعنی مردان در مقابل مردان چجور حمایت بکنن، اینم احتمالاً میتونیم تو صحبتمون اشاره بکنم. من میخوام یه مثال بخونم از اینکه بحث ذره به این سمتم برسونم که در فضای عمومی با مردانی که در مورد خشونتشون، در مورد خشونت درگیر صحبت میکنن، در مورد مسائل زنان صحبت میکنن، چطور برخورد میشه، چون گاهی اوقات اون هم یه مسئله یه ذره حساسی. من یک به اصطلاح پستی رو از یک کاربری در شبکه‌های اجتماعی میخوام بخونم، همین چند روز اخیر بوده. میدونید که در چند روز اخیر در یک کنسرتی داشته برگزار میشه تو ایران، این کنسرت حمید حامی، یه زنی از بین تماشاگران بلند میشه و شروع میکنه ادامه آواز رو، فکر کنم یا یک آواز رو خوندن، و اون خواننده‌ای که روی سن بوده بقیه رو ساکت میکنه، میذاره اون زنه بخونه. خب خیلی کار قشنگی بوده و نشون میده که تو فضای زنان چطور گرفته شده، فضای خوندنشون، صداشون گرفته شده و اینا. حالا بعد این کاربره این رو گذاشته و گفته دیروز با این ویدیو اشک ریختم، استوری کردم، از هر ور نگاه کنی ظلم به زنان و بی‌عدالتی می‌بینی. زنها اشک غمگین یا ابراز عصبانیت از تبعیض می‌کردن. یه مرد این وسط دایرکت داد که من فقط زیبایی می‌بینم. بعد این کاربر نوشته یهو به خودت میاد، یعنی ایشون به خودش میاد، می‌بینه که ما هنوز تو خط استارت هم نایستادیم و فرسنگ‌ها فاصله داریم. خب بعد یک مردی که معلومه مرد تجربه میکنم کامنت داده، نظر داده زیر این، گفته برداشت تو از دایرکت مرد متوجه نشده، میگه حرف بدی زده، چطور میشه بیشتر توضیح بدید منظور من چی بوده؟ یکی دیگه مثلا یه آدم سوم میاد نظر میده روی، میگه نظر داده، میگه جواب داده، گفته میگه مردها در خوشبینانه‌ترین حالت هم نمیتونن حسی که از تبعیض داریم رو درک کنن. ما با این فیلم ها بغض میکنیم و اشک میریزیم که چه بدیهیاتی از همون دریغ شد. شما ولی زیبایی میبینید. حتی سوالی که پرسیدی هم مشخصه که از جانب یک مرد پرسیده شده. انگار بخواید هم نمیتونید تبعیض رو درک کنید. نظر من یه مثال، و من حالا میگم این مرد چه جوابی داده بعدش، یه مثال خوبیه برای اینکه ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چی میشه، در زندگی روزمره گاهی اوقات چی میشه. اگر مفروض بگیریم که این مرد نیتش خیر بوده، یعنی مرد مثلا از جمله مردانی نبوده که بیاد بگه که چرا اجازه داد به اون زن بیاد حرف بزنه، اصلا چه معنی داره. این منظورم که در سمت سرکوب مرد وای نستاده و ظاهرا این مرد در سمت سرکوب وای نستاده. اون مردی که اول که دایرکت داده به اون خانومه که گفته من فقط زیبایی میبینم، ظاهرا در سمت سرکوب وای نستاده. ولی حرفی که این خانم دومم میزنم درسته، داره میگه تو اصلا متوجه نشدی، تو ظاهرا از دید زیبایی وارد شدی در حالی که با من همدردی نکردی که چقدر این، با من زن همدردی نکردی که چقدر این آسیب دیده. منی که دارم نگاه میکنم میبینم که این درسته و در این حال یه چیزی که یه ظرافتی که وجود داشته در چند سال اخیر، دیدم خیلی از مردان توی این چند سال اخیر که نظرشون عوض شده در مورد مشارکت زنان یا در مورد فعالیت زنان یا در مورد نوع بودن زنان در جامعه، نوعی که فهمیدن این رو در حد خودشون
این بوده که این زیباییه و زیبایی حق وجود داشتن تو جامعه داره. به نظر من این چیز قشنگی که مردان دارن اینو میفهمن، زیبایی حق بودن در جامعه داره. من فقط زیبایی میبینم. من خیلی دیدم اینو در دوران زن زندگی آزادی، دیدم مردان اینو داشتن میگفت. خب این خیلی هنوز به نظر من ابتداییه. یعنی اینکه این درسته که این مرده وقتی اینو گفته شاید باید یه ذره همدلی میکرد با اون زنانم، با اون چیز که با اون موقعیت که خب این اینطوری، من فقط زیبایی میبینم ولی در این حال چقدر زنان درد کشیدن و چقدر اینو دیدن. یعنی اومده از جانب خودش یه چیزی گفته که فکر کرده داره حمایت میکنه، به زن خودش یه ذره داره حمایت میکنه. اما واکنشی که از کاربر دوم زن میگیره، واکنش اینه که تو هیچ نمیفهمی، یعنی تو خیلی کم میفهمی. جواب این مرد رو به این کاربر من براتون میخونم. میگه این مرد جواب داده، گفته، مرد دومه دیگه، اون مرد اولی که گفته من زیبایی نمیبینم که اصلا هیچی نیست. این مرد دوم گفته برای پرسید که من براشون دایرکت نمیفهمم، توضیح بدید. یه زن سومی، یه زن دیگه اومد گفت مردها اینطوریان تا آخر تو متوجه نمیشی اصلا جریان چی. بعد خود این مرد جواب داده نمیدونم، شاید نتونم تبعیضی که شما متهم شدید رو بفهمم، ولی تبعیض رو به عنوان یک رفتار انسانی میشناسم و تجربه کردم. ببین به نظر من این جوابش خیلی جالبه. داره میگه که اعتراف میکنه، جواب خوبی داده، میگه اعتراف میکنه من نمیفهمم تعویضو و شاید به خاطر همینه که نتونستم بفهمم چی داره میشه توی اون، نتونستم اصلا بفهمم چی میشه. اما خب اینم راست میگه و اینجا گفتگو رو ترک کرده و تا جایی که میدونم گفتگو رو ادامه نداده. من حسی که برام باقی موند بعد از این گفتگو کلا خوندن این یه ذره افسوس بود، چون به نظر من تمام کسایی که تو این گفتگو بودن همه طرفدار، تا یک سطوحی در یک سطوحی طرفدار این بودن که اتفاقا این زن بخونه، یعنی آخرش رو بخوایم نگاه بکنیم. حالا هر کی از یه دیدی داشت یه ذره نگاه میکرد این و هر کی در یه جایی قرار داشت در این رو، در این درکش از این که زنان کجا باید بشن، خشونت زنان چی و اینا. میخوام بگم سوالی که من دارم اینه که به نظر شما ما چطور میتونیم گفتگو رو بهتر کنیم، چطور میتونیم به این گفتگو اضافه بکنیم فضا رو از این گفتگو، چون خیلی موقع ما خشم رو میبینیم به درستی از زنان و مخصوصا این مسئله تراما هم هست. وقتی افراد ترامای زیادی داشتن خیلی سخت‌تر واکنش نشون میدن به هر چیزی، هر کسی که واقعا به نوعی میتونه یاد تراما هاشون بده. مسئله تراما هم هست، ترامای جمعی. ما چطور میتونیم گفتگو رو بهبود بدیم؟ مریم جان ببخشید، من فکر کنم هم وقت زیادی احتمالا نداشته باشیم، هم این که ترجیح میدم شما بیشتر صحبت بکنی و تمومش هم بکنیم. فقط من یه نکته کوتاهی رو بگم راجع به این موضوع، چون مثاله برای من خیلی مثال خوبیه. عرصه موسیقی، چون حالا یه دوره کوتاهی خبرنگار موسیقی بودم تو ایران، ولی بخش اصلی این جریان که من همیشه درگیر میکنه این که خب من مادرم یکی از خاطراتشونه که آرزوشون بوده که مثلا همون دوره‌ای که چیز اسمش یادم رفت الان، این بخشی از این زنان موسیقی اون دوره تو رادیو گلها و اینها شکل گرفته بوده و داشتن میرفتن، سیمابین ها اومده بودن و اینها رو پیدا کرده بودن و داشتن اینا رو پرورش میدادن و فضا بهشون میدادن و اینها اومده بودن و مثلا تو مدرسه اونها سراغشون و مادرم هم میخواسته بره، خانواده‌اش به خاطر مادر بزرگم به خاطر مثلا نگاه مذهبی اجازه نداده بودن. این حسرت دنبال کردن حرفه‌ای و آواز خوندن اینها براش موند. و بعد خب من نگاه میکردم که خب مثلا ما در اوج فعالیت هنری هایده، نمیدونم از اون طرف تو حوزه پاپ، از اون طرف نمیدونم پریسا، نمیدونم دلکش، مجموعه ای از انواع موسیقی رو اینها نمایندگی میکردن، زنان و در اوج فعالیت حرفه‌ایشون در سنین پایین که داشتن کم کم شهرت هم میگرفتن، اینا از عرصه کاملا حذف میشن، بخشیشون میتونن حالا یا میخوان مهاجرت میکنن، تا حد محدودی ادامه میدن و مردان
با خیال راحت و بدون کوچکترین اعتراضی و بدون کوچکترین تلاشی برای برگردوندن اون عرصه تا مدتها تمام حوزه های موسیقی رو حتی در دست میگیرن، امثال شجریان و شهرام ناظری و غیره. از یه زمانی عرصه مثلا پاپ و اینها دهه 70 اضافه میشه و همچنان فضا مردانه میمونه. اتفاقا اون چیزی که به عنوان زیبایی اون مرد ازش یاد میکنه که یک نگاه رمانتیک به تبعیض، انواع تبعیض ها تو این موسیقی هست. تبعیض خشونت مالی و خشونت اقتصادی، خشونت کلامی، خشونت روانی و گرفتن ساده ترین حق یک انسان برای خوندن، ارائه هنر و غیره. تمام اینها رو که یک جایی یک زنی با شجاعت که میدونی میتونه تبدیل بهش دوباره به یک خشونت بشه و حکومتی حراستی جایی او رو بازداشتی بکنه و بهش مالاچیزی بکنه، یا بقیه بهش این چیزو بدن که الان فضا رو تنگ میکنی برای مثلا این موسیقی که ما اومدیم پول دادیم مثلا گوش بدیم و غیره، ولی شجاعت به خرج میده و صدای خودش رو بالا میبره و او رو تقلیلش بده به یک زیبایی که من ازش در موبایلم یا کامپیوترم رو روشن کردم و دارم بهش گوش میدم. من همون زیباییه که بعضی ها در بارها من دیدم کامنت های گذاشتن زیر مثلا یک مصاحبه از پریسا واعظی خواننده که مثلا او انتخاب کرد که در ایران بماند. او انتخاب نکرد، او وادار شد که بین رفتن و تقریبا نابود شدن، و کدوم یک از هنرمندای زن ما تونستن به شکل کاملی ادامه بدن. هایده دق کرد از در غربت. حالا مثلا گوگوش و غیره جنگیدن و خشونت هایی که فضای مردانه علیهشون وارد شده بارها مستندش کردن. بقیهشون که تو حوزه های یه ذره سنتی و غیره بودن هم نتونستن به شکل راحتی ادامه بدن. و خب این آدم هم موند هنرمند پرورش داد. این خشونت رو ندیدن رو من خیلی برام خیلی پررنگه. از اون طرف هم من به عنوان مرد فقط فکر میکنم که گرفتن این حق از زن که خشمگین باشه، عصبانی باشه و حالا بعد او رو وادار کردن این که زبانت رو کنترل بکن. من کاملا متوجهم و خوشحال میشم که بشنویم که مریم جان چه نگاهی داره. حالا کسی که کارش هم نوشتن و حرف زدن و این هاست، ولی از اون طرف هم فکر میکنم انداختن این بار دوباره بر دوش زن که حالا خشمگین نباشین، 40 سال حداقل 40 سال فضای مردانه به تو تحمیل شدن و ازش پول در آوردن و اعتبار کسب کردن و پیشرفت کردن و اون رو در اون موقعیت قرار دادن عادلانه نیست. ولی ببخشید من گفتم این نگاه خودم رو هم بگم که من فکر کنم اون بخشی که برای خود من این بود که من هم باید مسئولیت خودم رو حتی بیشتر از فراتر از یک حس انسان دوستانه خیلی محترمانه اعمال بکنم انجام بدم. اینه. مرسی حامد جان ازت. من کوتاه میگم. اول اشاره کنم به این که خب برای منم این گفتگو درد داشت، علیرغم این که توش توهین مستقیمی وجود نداشت، خشونت کلامی وجود نداشت. به نظر می اومد که یک گفتگوی متمدنانه ای شکل گرفته، اما رنج اون زن در پاسخ دادن به اون مردی که حتی متوجه مسئله نشده بود، به هر حال اونو من درک میکنم. یه نکته میخواستم بگم. یک از دوستانی که در این حوزه کار میکنه، در حوزه گفتن از خشونت علیه زنان و تلاش کردن برای تغییر مفاهیم، تغییر نگاه مردان و خودش هم مرده، یه بار من بهش گفتم که خیلی بهت حمله میشه، من دیدم که تو چقدر بهت حمله میشه، مدام بهت میگن بابا این سوسول بازی ها چیه، تو خجالت نمیکشی، تو اصلا مرد نیستی، خودت مطمئنی با این گوشواره‌ای که انداختی مثلا مرد به حساب میای، سختت نیست؟ گفت نه، به خاطر اینکه من الان میدونم که 10 ها برابر این خشونت ها رو زنانی که تا امروز کار کردن تحمل کردن و همچنان ادامه دادن. منم یکی مثل اونا، هیچ اشکالی نداره، من خودم رو مقاوم میکنم، زره میپوشم، لازم باشه
تراپی میرم، نمیدونم درمان میکنم، خودم رو ارتقا میدم برای اینکه بتونم اون ماجرا رو تحمل کنم. من میدونم که این در توان همه آدم ها نیست، واقعا ممکنه همه امکانش رو نداشته باشن، نه به لحاظ روحی، نه به لحاظ منابع مالی، نه حتی همونطور که حامد قبلا اشاره کرد از نظر انگیزه و اراده‌ای برای انجام این کار. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما تو فارسی متاسفانه زبان جنسیت زده و زبان خشونت ورزی داریم، حتی در اشعار، مثالها و چیزهایی که باشون بزرگ شدیم. من یه مثال میزنم. مثلا شما از چه سنی به یادتون میاد که به شما گفته باشن مرد؟ مثلا پسرها معمولا دیگه از 13 14 سالگی هی میشنون از پدر مادراشون دیگه مرد شدی. خب حالا بگذاریم که چقدر این درسته چقدر غلط یا چی، ولی دخترها با توجه به اون موقعیتی که دارن مدام صفاتی رو بهشون نسبت میدن که تحقیرآمیزه و به نوعی خشونت کلامیه. مثلا یه آقا وقتی که 18 سالشه سربازه مرده، وقتی ازدواج میکنه مرده، وقتی طلاق میگیره مرده، اگه تنها زندگی کنه تا آخر عمر مرده به هر حال. ولی زنا باکره، دوشیزه تا قبل از ازدواج، بعد زن، بعد اگه طلاق بگیره مطلقه، بعد اگه مثلا شوهرش فوت کنه بیوه، بعد اگه ازدواج نکنه ترشیده. یعنی اینا خشونت های کلامیه که عادی سازی شده. مسئله عادی سازی شدن خشونت در علیه زنان چیزیه که به کرات اتفاق میفته. من یادم میاد در ماجرای افشای اتهامات جنسی آقای نامجو اومد خیلی صریح توی یک کلاب هاوسی صحبت میکرد توی اتاقی و برگشت گفت که نه یعنی نه، در فرهنگ ما کار نمیکنه، چون شاعرای ما گفتن مثلا چو یار ناز کند ما نیاز کنیم، مثلا مثال زد. بگذاریم که چقدر این ابیات و اشعار تعبیل پذیرن، هر کسی میتونه از نقطه نظر خودش نگاه کنه، ولی اصلا مسئله باز تعریف خشونت یک نیاز ضروریه که باید همه آدما، هر کسی که اندک توانی داره روش کار بکنه. و چه خوبه که مردها در این زمینه کار بکنن، مثلا واژه سازی میکنن. واقعا من اینو دیدم که میگم این شگفت زده میشم. مثلا مرد ستیزی، مرد ستیزی اصلا معنا نداره. اصلا یعنی چی مرد ستیز؟ کجا علیه مردان ستیز شده؟ چند تا مرد به واسطه مثلا قدرت زنان از گرفتن شغل مورد نظرشون باز موندن؟ یا مثلا مردان پریود میشن، یک چیزی که عجیب، اصلا من باورم نمیشه ما مغزی پریود میشیم. اون تغییرات هورمونی زنان هم دارن، ولی مسئله پریود یه مسئله. حالا چه اشکالی داره شما در این زمینه سکوت کنین، خودتون رو شریک نکنین؟ میخوام بگم که مسئله آگاهی خیلی ابعادش زیاده و اگه به تعداد بگم همه آدم ها، یعنی هر کسی در یه حوزه‌ای فقط شروع کنه و در مورد یک مسئله اطلاع رسانی کنه، باز ما کم میاریم، باز ما کم میاریم که درست. آدم ها مسئله آگاهی رو جدی بگیرن. ولی باز من خوشحالم که آدم هایی در حوزه‌های مختلف کار میکنن و وجهه های مختلف خشونت علیه زنان رو بازتاب میدن. امیدوارم که این نور همچنان بتابه به ظلمتی که در این جهان همه دنیا به هر حال تا یه سطحی باهاش درگیرن. به نظر خودم اینکه ما چطور میتونیم گفتگوی بین مردان و زنان رو ارتقا بدیم در سطح جامعه، در مورد مسائل حساسی که یک بخش نصف جامعه آسیب شدید خورده، وظیفه فعالین اجتماعی و متخصصان تو این حیطه هست که بتونن یه ذره گفتگو رو بتونن ارتقا بدن، از گفتگو عقب نمونن، گفتگو رو اتفاقا هدایت بکنن. در این مثالی که خوندم، به نظر من کاری که میشه که بهترین گفتگو بره جلو. البته نمیشه، همونطور که من با حامد جان گفتم موافقم، نمیتونیم از زنانی که خشونت زیادی بهشون شده آسیب دیدن بخوایم که شما باید یه کار اضافه تر بکنید یا شما باید درک بیشتری داشته باشید. نه، اما که من در مورد اونم یه نظر دارم، اما خوبه که مثلا میتونه این گفتگو اینطوری بره جلو که
من خوشحالم که میبینم شما ظاهرا مخالف اون نیستی که این زنه بخونه، اما احساس کنم نکته‌ای که داره مطرح میشه اینه، داستان اینه، بدون این برچسب که تو نمیفهمی هنوز. این درسته که نمیفهمه طرف، اما اون زبان شفقت، اون لسانی که ما به کار میبریم برای گفتگو با مردانی که دهه ها صده ها عقب افتادن و واقعا نمیدونن. وقتی شما به یه دانشجویی مثل که یه دانش آموزی بچه بگی تو نمیفهمی این چیزی گفتی غلط، ما الان میدونیم رفعه گفتگو با یک بچه درست نیست، چون نمیدونسته اون کارو کرد، نباید بشه که تو نفهمیدی. بعد بگی خب این کار درست اینه، فقط تمرکز کنیم روی اینکه کار درست چیه و خوب شد که تا اینجا اومدی، آفرین تا اینجا اومدی، حالا قدم بعدیش اینه. اون مرد رو بیشتر جذب میکنیم به بدنه جامعه مدنی. یعنی میخوام بگم ما هر رفتاری رو باید تشویق بکنیم، رواداری رو باید تشویق کنیم به نظر من، که از مردانی که طرف یه سیستم سرکوبن بکاهیم، جذبشون بکنیم به این و دفاعیشون نکنیم، در حالی که بعضی رفتارها میتونه مردان رو دفاعی تر بکنه چون تو شرم خودشون فرو میبرنشون. ببینید مرده که ما داریم صحبت میکنیم فهمیده با شرم خودش کنار اومده، فهمیده رضا حقیقت نژاد عزیز شرمگین بوده از کاری کرده یا احساس گناه میکرده از کاری کرده، اول شرمگین شده بعد احساس گناه کرده و فهمیده کار درست چیه، کار درست رو انجام داده و عذرخواهی کرده و اومده پابلیک. خیلی کار سنگینی و عنوان مرد این کار کردن که مردی که قرار شرمگین نباشه اصلا تو زندگی یا اصلا احساس گناه نکنه، همه کاراش درسته. هم بگم این روی سخن من اینجا بیشتر به فعالان اجتماعی، نه این کاربر خواسته، هیچ انتظار از این کاربر، اما ما فعال اجتماعی ما چطور وقتی خودمون داریم صحبت کنیم ما چطور میتونیم نشون بدیم که چه زبانی مهمه، اون زبانی که به کار میبریم برای اینکه مردان رو در حالت دفاعی شرمشون که خیلی چیز حساسی در مورد مردان، در مورد زنان کمتره، بحث شرم یه جور دیگه ای بهشون القا شده، کاری ندارم، شرم اجتماعی از این مدل در مورد مردم معمولا بیشتره، به خاطر هم غیرت مسئله است. از شرمشون بکاهیم، به احساس گناهشون اضافه بکنیم، چون گناه رو میشه واسش کاری کرد. مثلا اینکه شما اشتباه گفتی اینجا، این اتفاقا درسته، خیلی راحت میتونه شما اینجا اشتباه گفتی، اینت درست بود که گفتی، اینش غلط بود اینطوری، احساس گناه اوکیه، درسته، خوبه، چون احساس گناه میشه درماش کاری کرد. اما وقتی به شرم بدی میگی تو متوجه نمیشی، اون لحنه نمیره جلو. اینو عنوان مثال زدم برای اینکه چیز یه نکته دیگه هم آخرم که میخوام بگم، حالا این برای خودمون میگم، در حقیقت حالا توی امیدوارم توی بحث آخرم بتونه بیاد، در خشم یا در موندن در خشم فضیلتی نیست. این خیلی سختیه از نظر روانشناسی، من اینو دارم بذار تحلیل میکنم، اما اینکه ما چطور میتونیم خشممون رو به کار درست تبدیل بکنیم و کار درست چجوریه اینو من نمیگم به اینکه بگم خب زنان نباید خشم داشته باشن، یعنی من دوباره روی سخنم به فعالی نشدم و اینکه ببینیم که ما چطور اون خشمی که بوده رو هدایت بکنیم، ازش انتظار نداشته باشیم ولی هدایت بکنیم به اینکه چطور مردان رو همراه کنیم، چطور زنان رو پیشرفت بدیم، این که با اون عصبانیت زیرش برسیم. همیشه خشم ما یه چیز بالایی در نظر میگیریم که زیرش یه چیزی عصبانیت رو ابراز بکنیم، اما چطور تبدیل بکنیم اون جریان رو به جریان سعی. من خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید شما دو عزیز و در این برنامه شرکت کردید. من امیدوارم که برای شنوندگان این برنامه مفید بوده باشه و همه استفاده کرده باشن. ما مطمئناً از نظرات همه استفاده می‌کنیم در کامنت ها در قسمت نظرات. خیلی ممنون.